بله، تو مسجد کسی شراب نمیاره، تو مسجد کسی فیلم مبتذل نمیاره، سکس نمیاره، اما تو مسجد کسی غیبت نمیاره، تو مسجد کسی حسد نمیاره. آقا تو همین مسجدها مگر نبودند کسانی که داغ پیشانی داشتن، کثرت نوافل داشتن، قرآن شبان روز تلاوت می کردن و از همینجا نقشه قتل سیدنا علی مرتضی رو می کشیدن؟ مگر اون کسی که نقشه قتل سیدنا علی مرتضی رو کشید محاسن نداشت؟ ریش نداشت؟ چرا؟ امامه نداشت؟ چرا؟ مگر نماز نمیخون؟ چرا؟ تکبیر اولا صف اول. مگر تلاوت قرآن و نوافل عمرهای پی در پی نداشت؟ ابن ملجم مرادی همه اینا رو داشت. اما همین کسایی که برداشت های سطحی از دین دارن، شناختشون از دین بسیار ناقصه، اما ادعای دینداری بزرگ دارن، اینا در هر اصلی ابن ملجم ها، خوارج ها از اینا در میاد. آیاتی که مال کفاره، همین خوارج که میگه اگر شما اونها رو در تلاوت قرآن میدیدی بر اونا قبطه میخوردی. یا الله اینا چقدر تلاوت میکنن، شب روز قرآن جلوشون باز. اگر به چهرهاشون نگاه میکردی همه چهرهاشون داغی بود از کثرت سجده ها. اما همینا آیات قرآن که بر کفار آمده بود، اون آیات قرآن رو میخوندن و اونها رو بر مسلمان ها تطبیق میدادن، خون مسلمان رو مباح میدونستن، قتل مسلمان رو سبک میشمردن، توطئه رو، ترویج فتنه رو، بدی رو تو امت عبادت میفهمیدن. عبادت، کشتن علی رو عبادت. اینا کیا بودن؟ اینا تو قمارخانه ها بلند شده بودن یا تو شرابخانه ها بلند شدن؟ اینا از کجا بلند شدن؟ چهره های اینها چهره فساق و فجار بود. چهره اینها چهره های افرادی بود که سنت رسول خالیه؟ نه. اتفاقا اینها خودشون رو از علی هم دیندارتر میفهمیدن، به برداشت علی از دین قانع نبودند، شناخت علی از دین رو ناقص میفهمیدن، به خودشون رو غمخوارترین افراد به دین میدونستن و فکر میکردن به اندازه‌ای که ما برای دین غم میخوریم، ما برای دین فکر داریم، هیچ کس نداره. لذا یکی از اون چیزهایی که کمک میکنه دین زنده بشه، بیایم بشینیم غیبت علی رو کنیم، بیایم بشینیم عیبجویی از علی بکنیم، بیایم بشینیم بر علیه علی قیام کنیم، بیایم نقشه بکشیم تا علی رو بکشیم و اسلام رو زنده کنیم. اسلام رو زنده کنیم. ابن ملجم مرادی میگه وقتی که سیدنا علی مرتضی رو ضربه زد، او رو دستگیر کردن، او میگه تسبیح دستش بگو سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد سبحان الله الحمد. بگو هر کار میکنید با من بکنید، زبان رو قطع نکنید، من ذکر الله رو تا لحظه موت نمیخوام ترک کنم. ذاکر بوده. گاهی این فتنه ها، گاهی این بدی ها، گاهی این انحراف ها و افراط ها و غلو ها، اینا از عموما از شرابخانه ها همیشه بلند نمیشه.
قمارخانه ها همیشه بلند نمیشه. گاهی وقتا اینا از تو این محافل، از تو این مجالس، با این چهره ها، با این فکر و تفکرها از اینا بلند میشه.